خدا. ای سرچان، دوباره صبح شد دهن ما سرویس شد. من دیگه از این زندگی خسته شدم. به نظرت امروز کجا میره؟ طبق روال همیشه با دمپایی خیس میخواد بره دستشویی. پس امروز هم آبتنی داریم. چقدر خوبه. پس کی میریم ماهی عسل؟ تصمیم گرفتی که کجا بریم روحانی من؟ ماشین لباسشویی بهترین گزینه است. باشه به مادر اینا زنگ بزن که امشب دیگه نیستیم میریم ماهی عسل. وای برنامه‌مون به هم ریخت. چی شد پس این ماهی عسل؟ من مرد زندگیم، به قولم عمل میکنم. خستم کردی. این چرا امروز بیرون نرفتی؟ بهتر که نرفته با اون کفش بوگندوش. به زودی از این خونه فرار میکنیم. خیال تخت باشه خانم. کشک و آش به همین خیال باش. احساس میکنم توی با این پرزا خیلی قشنگتری. با این حرفا نمیتونی منو گول بزنی. باشه ماهی عسل یا ماشین لباسشویی میریم یا فرار میکنیم. خسته شدم. خانم من تعمل کن، اولش سختی فقط. این داستان ادامه داره.